سرخط مهمترین خبرها: شکایت ها از ابله‌ها در تاجیکستان، حامی طالبان را از قدرت برکنار کردند و پیشبینی بانک جهانی اقتصاد تاجیکستان در پی جنگ روسیه کاهش می‌یابد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 11 اپریل است. با شروع دعوت بهاری جوانان به ارتش، شکایت ها از سربازشکار یا ابله زیاد می شود. دوام یک هفته اول دعوت، دو نوار ظاهرا مجبوری بردن جوانان به ارتش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. یکی از این نوارها در نزد فرودگاه دوشنبه گرفته شده. در آن لحظه بازداشت جوان نشان داده می شود. مؤلفان آن را ابله و در موسم نوی خدمت سربازی می دانند. در نوار دیگر که بلاگر تاجیک دلیر امامعلی پخش کرد، لحظه بازداشت یک جوان از نزد دانشکده صنعت تصویری نشان داده شده است. در این نوار دیده می شود که به ماشین مسافرکش مرسدس اسپرینتر مجبور یک جوان را سوار کرده می برند. دعوت جوانان به خدمت روز 1 اپریل آغاز شده تا آخر ماه می دوام می کند. در موسم های دعوت گذشته هم شکایت ها از ابله زیاد صدا می داد، اما مقامات هر بار چنین خبرها را رد می کنند و می گویند که جوانان اختیاری به خدمت می روند. بینندگان عزیز، اگر شما هم شاهد این حالت ها شدید، لطفاً به ما نویسید. بعد 15 ساعت بحث و جنجال، پارلمان پاکستان نخست وزیر این کشور عمران خان را از مقامش برکنار کرد. جریان برکناری نخست وزیر پاکستان شام 9 اپریل برگزار شد. عمران خان را به بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و فساد گسترده در کشور متهم دانستند، اما خود او این همه را نتیجه دخالت قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا گفت. واشنگتن این اتهام را رد کرد. عمران خان 69 ساله سال 2018 سروزیر پاکستان انتخاب شده بود. در تاریخ 75 ساله حکومت پاکستان هیچ سروزیر نتوانسته است که تا آخر مهلت در مقامش باقی ماند. عمران خان را یکی از پشتیبان‌های اصلی حکومت طالبان در افغانستان می‌دانند. او از رهبران کشورهای دنیا خواسته بود که با طالبان همکاری کنند و حکومت این گروه را به رسمیت شناسند. با رفتن عمران خان از کرسی نخست وزیری، امروز 11 اپریل پارلمان پاکستان برای انتخاب سروزیر نو رأیگیری برگزار می‌کند. تا این دم 2 نفر برای کرسی نخست وزیری پاکستان ثبت نام شدند. اینها شهباز شریف رهبر مسلم لیگ، جناح نواز شریف و شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه در کابینه فعلی پاکستان هستند. ادش استاد نویسنده، پوبلیسیست، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک مقیم شهر سمرقند چند قبل صاحب شناسنامه ازبکی گردید. وی پس از برگشت از تاجیکستان به جمهوری ازبکستان تقریبا 30 سال پیش بدون شهروندی زندگی میکرد و در روزنامه و نشریات تاجیک زبان این منطقه کار و فعالیت داشت. او با جسارت و حمایتش از فرهنگ تاجیکی بین روشنفکران شناخته می شود. همکارم فرزان محمدی چند روز قبل در شهر سمرقند با ادش استاد در اطراف وضع کنونی فرهنگ و زبان تاجیکی مصاحبه آراست و پاره از آن را حالا منظورتان می‌گردانیم. و چگونه میسر شد که همین شناسنامه را شما صاحب کردید؟ من سال 1993 و روزنامه‌نگاران کسبی قریب که نبودند. 1-2 نفر سابقه کاری داشتند، اما اکثریت از تجربه کاری، مهارت، بعضی حتی استعداد نداشتند و یک مسئله پیش آمده بود نسبت اینو که یک کسی لازم که یک محفلی به نام کالج ایجادکاران جوان تأسیس کرد و هم ژورنالیستای خود رداکسیه، یعنی او سمرقند وای کنم با قول همون ژانرهای ژورنالیستیک رو آموزاند و همچنین مخبرایی که در بیرون از بیرون می نویسند با آنها کمکی همه جانی میکرد
و من این خیلی باید تشکیل کردم کالجی ایجادخانه جوان در اینجا اول یک 32 کس بود سال آهسته کم شدن به 16 نفر رسیدم خیلی بعضی ها بعد شاعر شدن بعضی ها در دانشگاه با کار علمی مشغول شدن لیکن یک قسم خطر روزنامه‌نگارای حقیقی شدند آنها دوام دادن کارا و کاری من قریب تا سال 2000 دوام کرد بعد یک سال پیامنگاری رادیویی روزنامه جمهوریوی آواز تاجیک شدم از این پیش روزنامه آواز سمرقند کار کردید؟ منظور همین روزنامه بود. مثال سال گذشته 30 ساله شده این روزنامه. 30 ساله شد. من همین کارم عصبی نبودم که در همین سالهایی که شکل کامل این مصاحبه به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه آزادی ویدیو پخش می شود. دو شرکت تاکسیرانی ضرری رسانده یک راننده را پرداخت کردند که با اتوبوس به 7 ماشین ضرر رساند. اتوبوس مسافربر روز 2 اپریل در محله نزدیک به شهرک طبی ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه 7 تاکسی را پخش کرد. بلاگران از زندگی دشواری او نوار پخش کردند و با دیدن گریه های مادر او کاربران خواستار کمک به او شدند. شرکت مسافرکشانی اولوچه تاکسی اعلان کرد که ماشین هایی که به این شرکت تعلق دارند از حساب خود تعمیر میکنند، یعنی راننده گناهکار از پرداخت مبلغ ضرری رسانیده آزاد می شود. همچنین شرکت رخش تاکسی اعلان کرد که 315,000 مبلغ ضرری را راننده را پرداخت می کند. این مبلغ ضرری رسانده به اتوبوس و ماشین های تاکسی می باشد. بر علاوه کمک دو شرکت، اینچنین مهاجران و هم شهروندان از داخل تاجیکستان به نظراف کمک کردند. بانک جهانی در گزارش تازه اش گفته است سرعت اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در پی جنگ روسیه کاهش می‌یابد. طبق پیشبینی این سازمان مالی جهانی سال روان مجموع محصولات داخلی روسیه 11.2% و اقتصاد اوکراین 45.4% کم می‌شود. به نوشته متخصصان بانک جهانی ضربه اساسی جنگ روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم‌ها بالای مسکو به اقتصاد اروپا و آسیای مرکزی تاثیر خواهد رساند. بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد بلاروسیا، قرقیزستان، تاجیکستان و مولداوا در سال 2022 کاهش می‌یابد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 اپریل را فرا می‌گیرد. апрели соли 2011 тоҷикистон ва созмони амнияту ҳамкории аврупо ёддошти тафоҳум дар заминаи ислоҳоти милисияи тоҷикро имзо карданд. бар асоси ин санад қарор буд дурнамои ислоҳот дар вазорати корҳои дохилии тоҷикистон тарҳрезӣ шуда онро аз нерӯи саркӯбгар ба ҳомии ҳуқуқ ва амнияти шаҳрвандон табдил диҳад ва кори асосии онро ба пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва ҳам ошкоркунии ҷиноятҳо равона кунад. вале ин барнома ки бо миллионҳо доллари донорҳо амалӣ мегашт то охир ҷро нашуд ва бо гузашти вақт душанбе ҳам муносибатҳояшро бо созмони нозирии интихоботҳо маҳдуд кард. 11 апрели соли 2011 баъди 1.5 моҳи гаравгонгирӣ табиби тоҷике аз дасти қабилае дар кишвари Яман озод шуд. табиби тоҷик Ҳомидҷон Очибоев бар асоси қарордод дар як беморхонаи маҳаллии ин кишвари арабӣ кор мекард. ӯро баъди гуфтушуниди миёни давлати Яман ва гаравгонгирҳо озод карданд. давлати Яман солҳои истиқлолият макони кору даромади даҳҳо табибону кормандони тиб аз тоҷикистон шудааст. пас аз табиби дигар Гулрухсор Рофиева низ муддате асири яманиҳо буд ва бо фишори созмонҳои байнулмилал раҳо шуд. 11 апрели соли 1955 зодрӯзи Мағфират Ҳамроқулова овозхони дастаи мусиқии Гулшан аст. вай дар 18-солагиаш ҳамчун сароянда ном бароварда то дараҷаи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон расид ва бо таронаҳои зиёде маъруф шуд. дар солҳои ҷанги дохилии Тоҷикистон ба Амрико кӯчид, вале ҳамоно сурудҳояш Дили мани, Шаби ошиқон, Гулҳои душанбе ва дигарҳо дар шумули маҳбубтарин таронаҳои солҳои 1980 ёд мешаванд. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانی روزهای گذشته کمی بالا رفته است. بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را 171 سامان و 50 درم مقرر کرده است.
قرب روبل در بانک‌های تجارتی از قرب تعیین کرده بانک ملی کمی پایین‌تر است. $100 آمریکایی باشد به 1220-1250 سومانی برابر است. بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.